احمد ابراهیم روزنامه‌نگار 63 ساله زندانی برای بازبینی حکمش به زینه بالایی دادگاه شکایت نکرده است. دادگاه شهر کلاب در ماه ینور او را با گناه پیشنهاد پاره، تمجعی و افراطگرایی به 10 سال و 4 ماه زندان محکوم کرد. در دادگاه گفتند که احمد ابراهیم نیم ماه فرصت داشت که از حکم شکایت کند ولی نکرد. او قبلا در نامه از رستم امامعلی رئیس مجلس ملی و پسر رئیس جمهوری تاجیکستان کمک خواسته بود. رستم امامعلی التماس شما 1000 بار التماس میکنیم، ما را یک بار گوش کنید. نزدیکانش گفتند که پول نداشتند تا به وکیل مدافع بدهند و همزمان شکایت تکراری را از حکم به گفته‌شان فرمایشی کار بیهوده دانستند. آنها گفتند که هشدار گرفته بودند اگر از حکم شکایت برند دوباره جزا سخت‌تر می شود. امید دارند که پرزیدنت روزنامه‌نگار را عفو میکند. یعنی گپ‌های ما را به جناب عالی برسونین. بیان تفتیش کنن خودشان بکنن. داد ما نرسید. در دادگاه عالی تاجیکستان شکایت نکردن روزنامه‌نگار را به معنای دیگر شرح دادند. شکایت وارد نشدن از این برمیآید که خود احمد ابراهیم وابسته به آن همین صادر نمودن جنایت وابسته به حکم مذکور راضی است. برعکس ادعای رئیس دادگاه عالی، احمد ابراهیم در نامه از بازداشتگاه دستگیر شدنش را غیر قانونی و قصاص برای تنقید نامیده بود. او بازداشتش را کار دست رئیس شهر کلاب و چند مفتش دانست و در نامه‌اش نوشته بود که کسی قانون شکنی های رئیس کلاب را تفتیش نمی کند، ولی روزنامه نگاری که از کار او تنقید می کند به چنین سرنوشت روبرو می شود. رئیس شهر کلاب به سؤال اینکه تا کجا در بازداشت احمد ابراهیم دست دارد جوابی مشخص نداد. احمد ابراهیم گفتند این صلاحیت ما را نمیدارم، روزهای نزدیک در همه مقامات‌های حفظ حقوق نشست‌های مطبوعاتی بودم. شما فکر می‌کنید سوالای با خودتون لازمی را دادید و جوابی لازمی را گرفتید. احمد ابراهیم سردبیر نشریه پیک در ماه آگوست سال 2024 با گمان دادن پاره به مأمور امنیتی بازداشت شد و سپس او را به تمجعی و افراطگرایی نیز عیبدار کردند. خودش هیچ یکی از این اتهام ها را نپذیرفت و عیبنامه ها را تهمت نامید. سازمان های بین المللی حکم را ناعادلانه نامیدند و آزادی روزنامه‌نگار را طلب کردند.